سلام دوستای عزیزم. به کانال من خوش اومدین. امروز سالا شیرازی داریم. سالا شیرازی خب ترکیب گوجه، خیار، یه دونه پیاز و نمک و آبقوره هستش با نعنا. پوست گوجه ها رو باید بگیریم و خیار لازم نیست پوستشو بگیریم و خیلی ریز خورد میکنیم. اینجا همسرم دارن زحمتشو میکشن چون خودشون هم عاشق سالا شیرازی هستن، مخصوصا به این سبکی که درست میکنن و دیگه زحمتشو به خودش دادیم انجام بده. پیازم تا جایی که میتونید ریز خورد کنید. از پیاز زرد استفاده کنید خیلی عالیه. این ترکیبی که من برای سالا شیرازی استفاده میکنم، با بعضیا آب لیمو میریزن، بعضیا حتی سرکه سفیدم استفاده میکنن، اما من این ترکیب رو که درست میکنم واقعا سالادش خوشمزه است. خب یه قاشق غذاخوری بهش نعنا میزنیم، نصف قاشق غذاخوری نمک و 4 الی 5 قاشق غذاخوری آبقوره. اینجا خب بعد تست هم کنین ببینین مزهش چجوریه، آبقوره کم داره، نمک کم داره و بهش اضافه کنین. بعد داخل یخچال در حد 1 ساعت و یه مقدار آب میندازه. خیلی خوشمزه است. امیدوارم درست کنید لذت ببرید.